بعضی از راویان نوشتند هرگز شکسته و تنها مانده ای که فرزندش، خاندانش، یارانش کشته شده باشند ندیدیم که مانند حسین چون جنگجویان بر او حمله می کردند چنان دلاورانه بر ایشان می تاخت که آنها بسان گله بزها می رمیدند. سپاه دشمن 20 الی 30,000 نفر بود. او چنان بر آنها یورش می برد که چون انبوه عظیم ملخها از هم گسسته و پراکنده می شد. حالا تصور کن لطفاً صحنه رو بفهم آقا. خدا 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 بمون نشون بده صحنه رو. بعد ابی عبدالله جنگ نمایانی میکنه، بر میگرده. چه جمله ای میگه؟ های دیدید کشتمتون؟ های دیدید کسی پس من بر نمیاد؟ چه جمله ای جمله ای رو گفتن که اوجه، یعنی بالاتر از این اوج دیگه در تصور انسان نمی گنجه. جمله ای رو وقتی بر میگردن سر جاشون می ایستن با اون بدن پر زخم خونین، جمله ای رو میگن که اوج عرفان اسلامی است، اوج توحید اسلامی است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هیچ خواست، اراده و هیچ قوه و توانمندی نیست مگر به اذن الله العلی العظیم. یعنی اگر میبینید من حسین دارم این کار رو میکنم بعد از این همه داغ که رو قلبمه، این که من نیستم که این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی بلا فاصله استناد قدرتشون رو، استناد زور و بازوشون رو، استناد ابهت و جذبشون رو نسبت میدهند به الله العلی العظیم. قشنگی های عاشورا این هاست. الان مردم ما نیاز دارن این سکانس ها از زندگی ابی عبدالله رو بدانند. امام صادق میفرمود شعار جدم حسین یا محمد بود. حالا ضمناً بریم سکانس بعد. ضمناً آقا وقتی یورش میبرد، عربده میزد، آقا وقتی یورش میبرد اون شعارشون یا محمد یا محمد. انتخابی هوشیارانه تر از این شعار نیست. یعنی هر شعاری، ببینید امام صادق علیه السلام میگه ما توی پدرم جدم اینا توی هر کدام از این جنگ ها شعارهایی داشتن. توی بعضی از جنگ ها میگفتن نحن عباد الله حقا الا لعنت الله علی القوم الظالمین. تو فلان جنگ میگفتند نصر الله اقترب. تو فلان جنگ میگفتن یا روح القدس اره. تو فلان جنگ میگفتن یا ربنا لا یقلبونک. تو فلان جنگ میگفتن اسلمهم. تو فلان جنگ میگفتن یا حامین لا یبصرون. تو فلان جنگ میگفتن الا الی الله الامر. اما جد ما حسین در کربلا میگفت یا محمد. پس خیلی زیباست. الهی من دور امام صادق بگردم، یعنی روایت طولانی تر از این هست. البته من قسمتشو گفتم. آقا امام صادق باز کردن قضیه رو. میگم آقا ببینید ما تو هر جنگی یه شعار داشتیم اما جدم حسین ابن علی تو کربلا میگفت یا محمد. حالا شما، بازم میگم، شما حداقل کف باید سنن النبی علامه طباطبایی رو خونده باشید که بفهمید وقتی آقا میگن یا محمد یعنی یک مکتب رو صدا میزنن، یک جهان بینی رو، یک ایدئولوژی رو، یک پارادایم. یعنی دارن صدا میزنن پارادایم محمدی رو، جهان بینی محمدی رو، ایدئولوژی محمدی رو، صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی یک ایدئولوژی تمام عیار پرنور